سلام، حال شما چطوره؟ مینا هستم. خیلی خوش آمدین به کانال خودتون عزیزای دل من. امیدوارم که هر جایی که هستین در صحت و سلامت کامل بوده و باشید. عزیزای من، خیلی ممنون که سابسکرایب کردین. جدیدی هایی که وارد شدین، قدیمی هم که عشقین، جدید هم عشقین، همتون عشقین. این 2 روزه خیلی گفتم بهتون، دیشب یه دونه ویدیو گذاشتم براتون و خیلی برام مهم بود چون کامنتاتون رو میخوندم، میدیدم خب توی شرایطهای خوبی شاید نیستین، از نظر روحی، از نظر مالی. خب همه اون شرایطها رو ماها داشتیم توی زندگیامون، بالا پایین زیاد داریم. الان خود من تو همون شرایطهایی که شماها هستیم به یک نوع دیگه‌ای هستم. ولی بچه‌ها اینو گفتم، همین جور که باید تمرین کنیم، اگر توی یک قسمتی از جایی که ما رو گیر انداخته گیر بیفتیم و نخواهیم تلاشی بکنیم که فرار کنیم، فرار که نه، در واقع در بیایم، اونجا گیر میمونیم، گیر میفتیم، گیر میکنیم، نمیتونیم در بیایم. منم یه زمانی بود که میخواستم به خاطر اینکه اصلا فکر نکنم تایمم بگذره فقط میخوابیدم. یه زمانی شد 18-19 کیلو من وزنم اومد پایین. فکرهای بسیار زیاد داشتم، نمیدونم، همه چی قاطی 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 قاطی. ولی دیدم که اون زمان هیچ چیزی تغییر نکرد. وقتی که من میرفتم تو این ماجرا انگار بیشتر و بیشتر فرو میرفتم تا اینکه بخوام در بیام. هر چقدر بیشتر فکر میکردم فکرهای دیگه‌ای بهش اضافه میشد که منو مینداخت. اومدم الان بعد از اون ماجرا رو که من رد کردم، چجوری رد کردم؟ اینه که تو اون جایی که یهو فکرم میخواد گیر بکنه خودم رو تغییر میدم، چون ذهن بازی میکنه، هممون اینو میدونیم. یا حالا بدبختیه، یا بریکاپه، یا پولمون رفته، هرچی. بیایم وقتی که یه همچین حالتی میشه، به زور هم شده خودتون رو تکون بدین از اون جایی که هستید. که حالا منظوری نیست که مثلا حالا خوابیدین بلندشین یا چه میدونم خونتون رو تغییر بدید فلان، نه. یه کاری بکنید که اون حس و اون فکر زیاد درگیرتون نکنه. بلندشین برین راه برین، بیاین بیرون، یا یه موزیک بذارید، یا یه فیلم بذارید، یه چیزی که ذهن شما رو از اون مرحله تغییر بپرونه. این باعث میشه که شما یواش یواش اون ذهن رو خاموش کنید و دیگه روتون تسلط نداشته باشه. چون وقتی که با ذهنتون به رهبری میکنه، ذهنتون شما رو، خیلی بزرگتر از شما میشه. فکر کنین یه آدمی که فکر کنید یه آدمی که از شما خیلی بزرگتره و دائما پاهاشو گوشه رو دوش شما خم و خمتر میشه. این شکلی که باهاش برخورد کنید، میبینید بعد از چند وقت اون نمیتونه خیلی روی شما حکم کنه. فکرتون، ذهنتون، ماجراهایی که پیش اومده روی شما تسلطی نداره. شما انسان هستی، بسیار قدرتمندتر از هر چیزی که هست. به اضافه این شما باید به خودت ایمان داشته باشی که توانایی رد کردن این موضوع رو داری. هیچ چیز بدی، یعنی هیچ رفتنی مثل مرگ نیست. ولی همون هم اگه بخوای توش گیر کنی، عزیزانمون رفتن، بخوایم توش گیر کنیم، زندگی رو ادامه ندیم، مطمئنن ما هم هدیه بزرگ زندگی رو از دست خواهیم داد. پس بنابراین توی هر چیزی بچه بیاین رد کنید، نذارید فکر، ذهن برای شما تصمیم گیری کنه و به روی شما حاکم باشه. اینجوری میتونید خودتون رو پیشرفت بدین، اینجوری روحتون رو نشانه میرین برای اینکه آگاه ترش کنید نسبت به هر حسی، نسبت به هر چیزی که جلوی راهش میاد. این شکلی میشه که آدم ها رشد میکنن. این 2-3 روز حالا من به خاطر فکر رو نمیدونم اینجور چیزا نبود، من به خاطر اینکه مردشور این هوا رو ببرن. بهاره ولی برف میاد، سنگین، سخته. خب فابرومیالژیا یه همچین حسی رو به آدم میده. ناخواسته تو میچسبی به تخت، ناخواسته تو نمیتونی کاری بکنی، چون دستات درد میکنه، پاهات درد میکنه، همه جای بدنت که نرو رد شده، عصب رد شده تکون نمیخوره، درد میکنه.
این 2 روزه من همین شکلی بودم، یعنی هی می اومدم تو تخت خواب، هی بلند می شدم، هی باز دوباره برمیگشتم تو تخت خواب. باورتونم نمیشه من توی خونم چه خبره، دارم دوباره همه چیز رو ریختم به هم، چون هر از گاهی من پاکسازی دست جمعی زیادی میکنم. اون روزی که من استارتو زدم متاسفانه هوا اینجوری شد و بادی من کلا درد گرفت. روی همین حساب دیشب گفتم بمیری بمونی، من رفتم. میخوای فکر بکن، میخوای درد بکن، میخوای هر چی بکن، بلند تو اون هوا رفتم. شما هم همینجوری تغییر بدید، حال هوای خودتون رو تغییر بدید. زیاد وقتتون رو نگیرم، بیایم بریم ببینیم که امروز یه انرژی خوانی داریم در رابطه با انرژی الان او، رقیب و شما. ببینیم که چه انرژی هایی، کسایی که رقیب دارین یا میدونین که کسی اومده یا جدا شدین به خاطر کسی، گوش بدین. همتون مستلزم این نیست که بشینین گوش بدین، چون انرژی که به درد شما نمیخوره رو بهتر ردش کنین، بره بهش گیر نکنین. پس بنابراین بریم ببینیم که چه خبره. این دسته برای اوی شماست، یعنی پارتنر شما. بریم ببینیم چه انرژی هایی براش در حال حاضر افتاده. من نمیتونم اگر بگه براتون میگم، ولی اینجوری نیست که من از گذشته شروع کنم بیام به حال. نه، من انرژی های الانشون رو میخونم و انرژی های الان شما، که ببینیم چه چیزی رو به ما میگه و در نهایت هم یک نتیجه گیری. پس اسمشون رو صدا کنید، بریم ببینیم چه انرژی هایی اینجا ده حاکمه. ماشاءالله که اولین انرژی برای پارتنر شماست. چقدرم پول خیلی خوبه، ولی به شرطی که تو برده پول نباشی. این برده شدن میرسه به اینجا. چه بدونم، چه بگویم، چی بگویم. این هم واسه رقیب شماست. من انرژی هاتون رو میگیرم که اومده ما بین زندگی شما. واو بچه، از 2 دسته شیطان براتون در اومد، هم واسه پارتنرتون، هم واسه این آدمی که رقیب شماست. حالا اینم میریم برای خودتون میگیرم. این دست تاروت انرژی های الان شماست. انرژی های الان شما. به به شما واقعا کیف کردم. خب بچه ها، اولین چیزی که توی انرژی های الان پارتنر شما افتاده، میگه یک بستگی، یک وابستگی یا یک عدم تصمیم گیری که داره. یک قسمتی از مالش انگار جای گیر افتاده که این مال میتونه توسط شخصی که الان در کنارشه این اتفاق براش افتاده باشه.
حالا یا که یک مسئله مالیه، منظور به رقیب شماست، یا یک بیزینس مالیه، یا بیزینسیه که با هم شروع کردن، یا یک جایی رو که با هم استارتشو زدن. و خیلی قشنگ بچه ها این آدم که پارتنر شماست مثل یک آدم حرف گوشکن شده توی این قسمت از ماجرا. انگار تمام ذهنیتش اینه که من باید چجوری زندگیمو بگذرونم، رفتار کنم که بتونم این آدم که رقیب هست روی من حسابهای خوبی بکنه و بیشتر به من از نظر مادی اعتماد کنه. اعتمادی که جلب کرده تا الان بد هم نبوده. حالا یه جای یعنی یه چیزی که اینجا داره خیلی نشون میده، چون من یه نگاه میندازم به این. دقیقاً انرژی پارتنر شما مثل برده‌ای میمونه که کسی یک قلاده، یک زنجیر به گردنش انداخته و میکشتش به هر طرفی که میخواد و این انرژی و این اتفاق از طرف کسی افتاده که الان توی یا در کنارشه یا اینکه داره روش حکم میکنه. مثل میتونه حکم نه تسلط داره. رقیب با این حالت تونسته کنترل این آدم رو به دست بگیره. حالا یه چیز جالب بهتون بگم، این آدمی که پارتنر شما بوده خیلی ابراز احساسات میکنه، خیلی ابراز اینو میکنه که من مثلا مرد خوبیم، مرد خانواده‌ام، خانم خونه هستم، نمیدونم زن مورد اعتمادی هستم، فرقی نمیکنه زن یا مرد، فرقی نمیکنه. میگه خیلی داره جوری بازی میکنه که این آدم که رقیب شماست اعتماد زیادتری بهش بکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یک ماجرای پولی هست که اضافه بر اون ماجرایی که تا الان داشتن که حالا بیزینس بوده هر چی بوده، قرار استارتش زده بشه و این استارت زدنش میگه یک مقدار زیادی از نظر مالی براش موفقیت داره. اینو نمیتونه چشم پوشی کنه. الان در حال حاضر، چون ما انرژی های حاضرشون رو میخوایم بگیم، میگه داره تمام تلاششو میکنه، تمام سعیشو میکنه، چون از این پول باخبر شده که بتونه اعتمادی رو جلب کنه که از این پول بتونه سهم بسزایی رو برای خودش بگیره. حالا یه چیزی که اینجا افتاده، پارتنر شما توی همین شرایط داره باز یک خرابکاری دیگه ای میکنه. یعنی در واقع با رقیب شما تنها نیست، کسی در کنارشه که میتونه برای زمانهای فانش باشه، حالتی که مثلا میخواد یه ذره شارژ بشه، یه ذره شاد باشه. چون من چیزی رو که از اینجا میبینم، عشق و عاشقی بین رقیب و پارتنر شما وجود نداره. در واقع یه جوری منطقی، یه جوری فکر کردن درست که من میخوام به این قسمت پول برسم، من از نظر مادی زندگی میخوام اوج بگیرم، باید مثلا یه نفری رو انتخاب کنم که اونم به من کمک کنه که به این هدفم نزدیک بشم و رقیب رو انتخاب کرده. رقیب تسلطشو داره روی این آدم، ولی زهی خیال باطل، برای اینکه این آدم با یک نفر دیگه هم توی رابطه هست و این یک نفر یک مقداری ازش دوره، یک راهیه که مثلا باید پیموده بشه، یا اینکه اگر جایی باید این آدم بره که مسافرت کنه و برای مسائل مادیشون، میگه توی اون شهر، توی اون قسمت، میگه کسی رو داره که داره به این خانم یا آقا که رقیب شماست خیانتی دوباره انجام میده. خوشحالی براش افتاده برای پارتنر شما روی یک مسئله‌ای که از توی خانواده‌اش میاد. حالا خانوادهشه که حمایتش میکنن، خانوادهشه که پشتگرمی بهش میدن، یا خانواده براش راه در رو پیدا میکنن. میدونی انگار که مثلا تحت تسلط خانواده میتونه خیلی کارها رو بکنه و الان براش این افتاده که خانوادهش تکمیلش میکنن، راه بهش نشون میدن.
تا 6 وعده دیگه از یک بلا تکلیفی و از یک ماجرا انگار میاد بیرون، خیالش راحت میشه، انگار نه اینکه بگم حالا ماجرای ازدواجیه و فلان، نه، چون این آدم جدایی نیفتاده. من فکر میکنم که فعلا توی حال حاضر بیشترین چیزی که ذهن پارتنر شما که حالا گذشته‌تون بوده، هرچی که رقیب آورده، میگه بیشترین حجم فکری در رابطه با اینه که من چطور میتونم این پول رو به دست بیارم. و قشنگیش میدونی کجاست که دارن این دوتا با هم مچ شدن؟ میگه دقیقا همینه، چون احساسات مادی جفتشون بسیار بالاست، یا اینکه با هم میگم استارتی رو که زدن خیلی امیدوارن که به ثمر برسه، جفتشون منتظر این پول زیاد هستن و براش دارن کار میکنن. این آدم داره کارش رو انجام میده و این آدم داره آدم‌های زیر دستش رو انگار نگاه میکنه، آدم‌هایی که زیر دستش، یعنی میدونی رقیب شما در واقع یه جوری آدم‌ها رو وسیله میکنه برای اینکه به اون مقصد مالیش برسه، یا حالا مثلا شرکتی داره، یا مثلا چه میدونم خونه بخر بفروش خونه است، یا بساز بفروش خونه است، یا ماشین، یا هر چیزی. میگه از آدم‌هایی که میان توی زندگیش استفاده میکنه و به این پول میخواد برسه، یعنی به پول بیشتر. برای پارتنر شما یک سفر افتاده که توی این سفر میگه که براش یک سری چیزها روشن میشه که خیلی حالش بد میشه، انگار دروغ‌هایی رو شنیده یا میشنوه که براش خوشایند نیست و تازه متوجه میشه که همه اون پولی که قرار بوده به دست این آدم برسه شاید 1/3، در واقع یه جورایی داره رو دست میخوره و اینو شاید خودش الان ندونه، نمیدونه چه خبره، نمیدونه چیه، فقط داره میره. الان ما برای 3 تا دونه میخوام بکشم برای آیندهش، ببینیم چه چیزی اتفاق میفته. میگه یک دروغ بزرگی رو میشنوه، از یک حس ساده بودن میگه انگار در میاد و تازه میفهمه که یک پول بزرگتری بوده. این آدم به اون پوله که فکر میکرده براش خیلی بزرگ بوده، ولی الان داره میبینه که از اون پول، از اون ماجرا، از اون انرژی که این انقدر حالشو برده، میگه خیلی خیلی بیشتره. و این آدم فقط یک وسیله است، داره تعیین میکنه، داره فکر میکنه که با کسی تبانی کنه، تبانی کردنی در رابطه با یک مسئله که بتونه قدرت رو به دست خودش بگیره و بتونه برنده ماجرا باشه. انرژی که برای این آدم افتاده میگه همش در رابطه با اینه که خیلی داره فکر میکنه، شاید عنصرش خاک باشه، شاید هم عنصرش آب باشه. آب خیلی کمتر، ولی خاک و خیلی پررنگ داره نشون میده که شاید عنصرش خاک باشه که خیلی داره در این مورد فکر میکنه که چطوری توی این مسافرت وقتی این چیزها رو پیدا میکنه میفهمه، یا توی یک راهی، یک دیستنسی میفهمه که بابا از این طرف داره رو دست میخوره، داره make a decision میکنه، داره فکر میکنه که من چطور میتونم که به اون حق واقعی خودم، در واقع حالا میتونه سر این خانم یا آقا رو کلاه گذاشتنه یا رو کردن ماجراست، هرچی که هست، میگه میخواد که به این درجه برسه. چیزی دیگه ای که براش افتاده نتیجه کارش، میگه که انگار که توی یک دشواری خیلی بزرگی میافته که مجبور میشه که یک تصمیم بسیار واضح بگیره و این بسیار واضح بودنش میگه باعث این میشه که دعوا و مرافعه پیش بیاد و هرج و مرج های غیر منتظره‌ای در زندگیش پیدا بشه و در نهایت میتونه از اینها به در بیاد، چون آدمیه که میگه انگار زبون بازیش برای مسائل مادیش و مسائل اقتصادیش بسیار بالاست. حتی میتونه جوری رفتار کنه که بگه اگر که این آدمم، خانم، آقای رقیب، هر چی که هست، به من بی احترامی بکنه، بذار بکنه، ولی من به این مقصد مادیم و پولیم برسم، که موفق هم خواهد شد. حالا بریم ببینیم ماجراهای
همین این طرف کی بود اسمش؟ رقیب. طرف کی بود؟ رقیب شما چیه؟ میگه رقیب شما چون 2 تا کارت گفتم شیطان برای جفتشون، هم اول از همه برای پارتنر شما اومد و دسته اولی که یعنی کارت اولی هم که برای رقیب شما انداختم، دومین کارت یعنی کارت شیطانه. میگه وابستگی هایی که و غیر انسانی بودن ماجرایی که رقیب الان توشه و مدل رفتاریشه خیلی بارزه. یه آدمیه که اصلا به چیزی فکر نمیکنه الا مسائل خودش مثل سلفیش میشه، مثل کسی که فقط خودشیفته از خودشو میبینه و آدمها رو استفاده میکنه برای اینکه به مسائل خودش برسه. میگه در حال حاضر کنترل اوضاع رو خیلی خوب دستش گرفته، حالا با اشوه‌گریه، با زبون بازیه، با نمیدونم پول خرج کردن، هر چیزی که هست. چون بهتون گفتم مقصد اصلی این آدم قسمت مالی زندگیشه. حالا این قسمت مالی بچه مثلا میتونه چه میدونم یه ازدواج هم باشه که مثلا یه آدمی شما تو رابطه هستید که مریده، که ازدواج کرده است و این مسائل رو هم داره، ولی برای پارتنری که شما دارید یا داشتید هیچ مسئله عشقی نیفتاد که من حتی بخوام به شما ربطش بدم. هیچ کارت احساسی نیفتاد که من بتونم معنیش کنم که این آدم داره به قبلش فکر میکنه، داره به این آدمی که الان تو زندگیشه فکر میکنه. فقط مسئله‌ای که افتاد مسئله مادیه و مسئله تأمین آینده و هدفهایی که داره. 2 تا آدمی که اینجا هستن و در کنار هم، حالا رقیب و پارتنر شما، جفتشون یک شخصیت دارن، ولی رقیب شما شخصیتاً، چون شخصیت پارتنر شما میگه که اوکی من میخوام به هدفم برسم، حتی اگر طرفی که الان باهاش هستم به من بی‌احترامی بکنه، سر منو کلاه گذاشته و که من سرش کلاه میذارم، چون هیچ حسی بهش نداره. حسی که بهتون بگم که الان داره چه میدونم پر میزنه براش، یا اینکه بگه یه حس عزت نفس نداره. میگه اگه به من بی‌احترامی هم کرد that's fine، من میخوام به این حسم، به اون هدفم برسم که مسائل مالیمه و پولی که من میتونم در آینده به عنوان راهگشا برای هدفم استفاده کنم. حالا اینی که هستش اینجا داره همینو میگه این خانم یا آقایی که رقیب شما هستش داره خیلی قشنگ استفاده میکنه از آدمهایی که اطرافش هستن. حالا میگم یا این خانم آقا خیلی قدرتمند کمپانی داره، نمیدونم رئیس ماجراست که داره یک معامله رو جوش میده یا یک کاری رو میکنه یا یک پولی رو تو دستش داره که طرف مقابل شما رو توی چنگش گرفته و دقیقاً اون چیزیه که میخواد، چون خصوصیتاً این مدلیه. از بی‌اعتمادی براتون نگم، یک اپسیلون به طرف مقابل شما اعتماد نداره، ولی در ظاهر نشون میده که بله من به شما اعتماد دارم. چون چی؟ چون میخواد ازش استفادهشو ببره، استفاده‌ای که براش منفعت داره، براش پول میاره، براش خوشحالی میاره و خیلی هم از این موضوع خوشحاله. در واقع انگار 2 تا آدمی که میگن آب جوب، چی میگن چیزی، چوب آب میگرده چالا رو پیدا میکنی، هم چیزی. میگه اینجا انگار این اتفاق برای اینا افتاده که جفتشون یه جوری دارن برای خودشون فکر میکنن، عشق و احساسات نیفتاده. یک چیزی فقط برای رقیب شما الان اینجا من دارم میبینم که خیلی براش مهمه و باهاش ابزار رسیدن به هدفش هست، مسائل جنسیشه. این آدم بسیار بلده که با مسائل جنسی، با تریک های جنسی طرف مقابل شما رو توی دست خودش بگیره و این ماجرا خیلی قشنگ
نیست و متاسفانه انگار یه جورایی برنده هم هست و میتونه از این ماجرا انگار سر به بلند بیاد بیرون. براشون یک بلا تکلیفی و یک اتفاقی که یک هو هم برای پارتنر شما افتاده بود، هم برای این دوستشون که حالا رقیبه، میگه یک بلا تکلیفی، یا الان بلا تکلیفن، نمیدونن باید چه تصمیمی رو بگیرن، ولی میگه که این بلا تکلیفی به زودی حل میشه و اونها به یک مقدار پولی که باید برسن میرسن. برای این ماجرا من دارم انرژی منفی رو برای هم این پارتنر شما هم رقیب میبینم، همچنان براشون طلسم و دعا زده میشه، چون اولین صحبت هاش بوده. کسایی کاری رو انجام میدن، جفتشون برای هم کاری رو انجام دادن، این پنهانی اونم پنهانی، ولی به یک جا قشنگ انگار وصلن که اعمالی رو که میخوان به کار ببرن و پیش ببرن با یک انرژی منفور طلسم و جادوه که این اتفاق الان توی زندگیشون هست. بچه ها بازم تکرار میکنم، این انرژی خانی انرژی الانشونه، نه آینده خیلی دور رو میگه نه گذشته رو میگیره. هر چی که هست، دیدیم بعضی اوقات ما دوست داریم فضولی کنیم که الان دارن چی کار میکنن، این الانشونه، این انرژی خانی الانشونه. سریال هم نیست که مثلا من هفته دیگه بگم که بچه خب بیایم بریم ببینیم الان هفته پیش این کار رو میکردن الان چی شده ماجراشون. نه، من هفته دیگه هم میام ولی یک انرژی های همون الانشون رو براشون میگیرم. پس بنابراین رقیب هم این ماجرا رو داره و خیلی خیلی مستبده و خیلی زیاد انگار آدمیه که میدونه و بلده که چی کار بکنه. حالا میگم حالا دلبریه، حالا پولشو به رخ کشیدنه، حالا نشون دادن این که من هستم، من عاشقمه، ولی هیچی نیست جز رسیدن به اهداف و از نوع بدش، از نوعی که کمک گرفته از انرژی های منفی. حالا چیزی که افتاده برای این که ببینیم ماجرای این رفتاری که این داره نتیجهش چه خواهد شد. همینطور که اینجا گفتم، مثل اینکه مسافرتی رو در راه دارن که توی این مسافرت باید مراقب باشن، چون انگار اتفاقهایی که در این سفر خواهد افتاد اتفاقهای سرنوشت سازیه. حالا یا اینا توی سفر یه کاری رو میکنن یا نمیدونم، هرچی که هست میگه این سفری که در راه دارند سفر بسیار خوبی خواهد بود. یک ماجرایی که اینجا یه ذره داره میاد توی ذهن من و با این کارت میتونم الان یه جوری معنیش کنم، شاید که این مسئله مالی که اینا میخوان انجام بدن در جای دیگه است، توی سفر انجام میشه، توی یک جای دیگه انجام میشه، معامله از پول رد و بدل هر چی که هست نمیدونم. ببین چیزی رو که اینجا میگه این آدم پارتنر شما رو طبق همینی که بهتون گفتم الان میتونم ببینم که کارت ها داره چی میگه شاید بندازتش توی اون سفر، چون چیزی رو که پارتنر شما میفهمه احساس میکنه که یک نفری بهش نارو زده، یه چیزایی براش رو میشه یا یک پشت پا میگیرن براش. اینجا برای رقیب شما اتفاقی که میتونه رد کنه، میتونه پسش کنه افتاده. شاید که رقیب شما پاپوشی درست کنه، حالی رو درست کنه که این آدم که پارتنر شماست توی هچل بیفته و گیر بیفته. در نهایت میتونه که این آدم پارتنر شما از این حالت در بیاد، ولی اینجا توی بحث و چیزای نتیجه گیری هاش میگه اتفاقی که رقم میخوره و میتونه به سلامت بیاد بیرون. خب این با این اگه بخوایم معنی بکنیم میگه که شاید که پارتنر شما گیر بیفته یا یک مسئله رو دوشش سنگینی کنه. حالا هرچی که هست الله اعلم. حالا بریم ببینیم شما اینجا چی کار میکنیم. شما با یک زره حسابی نشستی، آماده جنگ، احساسات جنگجویانه است دیگه. برات انگار مهم نیست که طرفت بیاد یا نیاد، چون انگار از این آدم پس، یعنی
رد شدی، این آدم رو پس کردی. این آدم دیگه اونقدر برای تو مهم نیست که بیاد، فقط تو انگار نشستی با یک زره و آماده‌ای که اگر هر تیری که از اون طرف میاد اولا رو هوا بگیری، بعد برگردونی این تیر رو، مثل یک انتقام، مثل یک کسی که فقط منتظره که، حالا نمیتونم اونجوری بگم که براتون کارما رو ببینی، شاید منتظر این موضوع هم باشی، ولی چیزی که هستش میگه شما با زره نشستی، با آمادگی کامل نشستی و داری نگاه میکنی که هر چیزی که بیاد بزنه برگرده به طرف خودش. این حس جنگجویانه میتونه از خشمت باشه، میتونه از حس و حالت باشه که به هر حال ضربت رو خوردی، حالت بد شده و کسی توی زندگی اومده که به اسم رقیبه، میگه این حالو داری، میگه ولی انقدر باید آرامشت رو حفظ کنی، چون داره خیلی زود این ماجراها برای تو باز میشه و تو اون حسی رو که ببین از 3 تا دک 3 تا کارت بازیه اومد که بلا تکلیفیه، هنگمنه، بین زمین و آسمون موندن شما، هم برای پارتنرتون اومد، هم واسه این رقیب اومد، هم برای شما. 3 نفری که جدا از هم هستن و حسهای بلا تکلیفی زیادی دارین. شما شاید به این هم فکر بکنید توی این لحظه که اگر این آدم اگه کلش بخوره به سنگ برگرده و من چه میدونم قبولش میکنم، میگه خیلی زود از اون حس میای بیرون، شاید فقط یه حرفه. وقتی که به اون فکر میکنی که چقدر تو حالتو بد کرده، دوست نداری که اصلا بخوای باهاش رو در رو بشی. یا اینکه بعضی از پارتنرهای شما زندگی شما رو بلا تکلیف گذاشتن، چون توی یک بلا تکلیفی بزرگ الان هم دست و پا خواهید زد یا دارید میزنید که من چه کار بکنم، من چه جوری میتونم نمیدونم از این ماجرا در بیام. حالا خبر خوشش میدونین چیه؟ چون حس شما اولا که حس بدی نیست، به هر حال انسان هستیم و هممون یه جور چی بهش میگن، یه جور ایموشنال داریم. قشنگی ماجرا میدونین چیه؟ میگه این آدم کاری رو با شما کرده که خیلی بد بوده، خیلی سوختین، خیلی بالا پایین پریدین، حالا رقیب آورده، حالا به خاطر پول بوده، هر چی که بوده. میگه معنویات شما اصلا این آدم رو خودش انداخته بیرون. شما اون روحت، اون معنویاتت، اون رفتار قشنگت، اون حس و حالی که به یک آدم دادی انگار بیش از گنجایش یک آدم کوچیک بوده. شما اومدی یک عالمه مهربونی، محبت، معرفت، هر چیزی که فکر کنی به تر سطح بالاش به این آدم دادی و این آدم رو پرش کردی. این آدم ظرفیت این ماجرا رو نداشته و پس زده و اومده بیرون. حالا میگه این ظرفیت رو، این حجم از مهربونی، معرفت، نمیدونم دوست داشتن، عشق، صبوری، هر چی که داری و میگه بریز به پای خودت. داره خبر خوشی میاد برای شما، شاید یک استارت یا یک آدم جدید بیاد توی زندگیتون که فکر نمی کنم انتخابش کنید، ولی داره اینجا بهتون توصیه میکنه که میتونی زمانهایی رو به این آدم اختصاص بدی، یعنی اینکه بتونی زمانی برای این آدم بذاری، برای اینکه تو از این همه مثلا ماجراها باید که بالاخره یک نفر رو انتخاب کنی که بتونه در کنار تو باشه. و اگر که آدمت هم درست باشه، میگه این اتفاق قشنگیه برای تو و حال تو خوب میکنه، چون برای شما خورشید افتاده. میگه این اتفاق برای شما روشنی بخش خونه و زندگی تو، قلب تو، روحت خواهد شد. حالا یه آدمی توی زندگیت بوده و رفته، زیاد بهش نباید اهمیت بدی که وایسا چون این کار کرده. حالا بعضی از شما میگی ما بچه داریم، ما فلان داریم، نه اینجوریه اونجوریه. دیگه این انسانو، این آفتاب و خورشیدو شما میدونی چجوری بیاری توی زندگیت.
در هر صورت برات نویدش هست که این انرژی روشنی بخش زندگی تو راهه. اینجا من دارم شخصی رو میبینم. شما میتونی با کاری این کار رو بکنی، میتونی یه چیز جدید شروع کنی، میتونی یک درس بخونی، میتونی یک آموزشی ببینی، یک چیزی که زندگی تو رو متحول کنه از اینجایی که الان ایستادی. میگه تکونت بده. این چند تا کارتی که برای شما افتاده شما رو بسیار انسانی نشون میده. مثل دیدی مثل یک آتش فشان غیر فعال، پر از پتانسیله و زمانی که میخواد فوران کنه اینها اتفاقی که میافته میگه که انگار انقدر جمع میشه که فوران میکنه. این فوران کردن شما الان میگه انقدر این ماجراها چی پیچیده شده توی تو، میگه الان با اون درایتی که الان به دست آوردی، احساساتی که یه جور دیگه تغییر پیدا کرده، این آتش فشان داره به زودی باز میشه، انگار داره دوباره منفجر میشه. ولی این انفجار این دفعه از بدبختی و کسی منو ترک کرده و حال بد دارم و نمیدونم دارم میمیرم و هیچکی منو دوست نداره و فلان نیست. از اینه که پر از انرژی های جدید هستید، پر از تفکرات جدید و درس های جدید و شما رو آخر سر چیکار میکنه؟ حالا اینجا امپرسه ولی میتونه آقا هم هستین امپرور باشه که به این انسان تبدیل میشین. انسانی که هر کسی دوست داره در کنارش باشه، انسان قوی محکم، میدونه که چه جوری و کجا چه چیزی رو تصمیم بگیره، همه میتونن روش حساب کنن، خودت میتونی اول از همه رو خودت حساب کنی، یعنی اون پایه و اساس زندگی و احساسات خودت رو روی خودت بنا کنی. تو اگر این کارو بکنی هیچ وقتی ضربه نخواهی خورد، چون تو خودت رو ترک نمی کنی. ولی آدم ها میان که مثلا حالا یا بمونن یا ترک کنن، شاید آدم ضربه بخوره. ولی اول از همه اگه خودت رو دوست داشته باشی و با این انرژی که تو داری خودت رو تحویل بگیری، مسلما کسی که در کنار تو میاد باید حداقل این انرژی رو داشته باشه. اگه بالاتر داشت که خیلی ممنون، دستش هم درد نکنه، ولی حداقل انتخابت مثل انتخاب خودت باشه و خودت مدل تو باشه و تو جذبش خواهی کرد. ولی اگه نه همچنان بخوای خشمگین باشی که اولش بهت گفتم زره داشته باشی، یا اینکه بخوای همش احساساتی فکر بکنی بگی من میبخشمش از حقم میگذرم فقط این به خاطر اینکه من دوستش دارم در کنارم باشه، میگه نه میبازی. اگر درست تصمیم بگیری و درست همه حرفایی که بهتون گفتم دیگه تکرارش نمیکنم، شما در نهایت اینی و انرژیت برات افتاده، انرژی پرقدرت های پریستس افتاده و امپرور بگه برو بالا. خیلی قشنگه. این فال فقط مال خانم ها نیست، شما میتونین برعکسش کنین، ولی انرژی هاتون این انرژی هاست. حالا نتیجه‌ای که برای شما افتاده میگه یه کمی انگار باید به خونه. حالا میتونه خونت باشه یا میتونه اون چهارچوب مثلا کاری تو اینجور چیزا باشه. میگه انگار بی اهمیت شدی، انگار خیلی دیگه نمیرسی، انگار یه ذره باید خودتو با اینجور مسائل وفق بدی که بتونی بهشون برسی و یه کمی حواستو به خونه بدی. میگه برای تمام مسائلی که توی ذهنته و کلیدی براش نداری، میگه کلیدش داره میاد. چراهایی که داره جواب داده میشه و این انرژیش خیلی بارزه برای شما. انگار از یک بلا تکلیفی، نه، از یک مه میای بیرون، چون داره برای تو کلید دستت داده میشه و این کلید من فکر میکنم چیزیه که اینجا و اینجا من بهتون گفتم های پریستس و امپرس به شما داره میگه درون تو خیلی چیزها داره. روی خشمت فوکوس نکن، روی نداشتنت، از دست دادنت فوکوس نکن. ببین این نداشتنه، ببین این خشمه چه پتانسیلی به تو میده که بتونی چیز بهتری رو برای خودت بارزش کنی، احساس قشنگتری رو بارز کنی که بتونه به تو کمک کنه. این بود فال شما. امیدوارم که هرچی خیره براتون پیش بیاد و اتفاقهای قشنگ براتون بیفته. مراقبت کنین از خودتون دوستای قشنگ من. عاشق تک تکتونم. مرسی که اینجا نشستین. بازم میایم با یه ویدیوی دیگه. Love you.